زندان دلفین سیاه روسیه یکی از مخوف‌ترین زندان‌های دنیاست که حتی از شنیدنش هم وحشت خواهید کرد. این زندان محل نگهداری بیش از 700 نفر از قاتلان سریالی، آدمخواران و تجاوزگران است که همگی آنها مجموعاً 3500 قتل مرتکب شدند. این شخص یکی از جنایتکارترین آنهاست که ولادیمیر نیکولایف نام دارد و تعریف می‌کند که یک نفر را کشته و در حمام تکه تکه کرده و اعضای بدن او را پخته و خورده است و همچنین به اسم گوشت کانگورو به دوستانش نیز داده و آنها کاملاً بی اطلاع با همسر و فرزندان خود از آن خوردند. در کل 24 ساعت چراغ بالای سر زندانیان روشن است و به صورت مداوم از طریق دوربین‌ها چک می‌شود. اگر نیاز باشد یک زندانی سلولش را ترک کند، باید به صورت خمیده در زاویه 90 درجه راه برود.